از احمد مسعود نمایندگی از مبارزینا میکنه، جوانای با عزت، قماندانای با عزت میکنه. باید است اگر ترس اگر برنامه است یا نیست، باید است یار دیدن بکنه، یار ببینه. نه که چهار تا مخبر مفسد بچه بازا و که شب روزشان در بچه بازی تیر میکنن، توان مبارزه را ندارن، یارا دیدن میکنه، دور و بریش جمع میکنه، خودش سبک میکنه. این میاره که دور و بری جمع کرده، من یارا نان بندی را سرشان اعتماد ندارم. یادم برام معلوم از من از بغلان گپ میزنم. برام خوب خراب مثل که شیر سفید و اینم تو خوب خراب مقبر مفسد برام معلوم است. همه تو گپا بود که کدام تر برنامه هیچ گپی سخنی نشده تاله. همی سعید حسین مثل خودش واری را فرسوده را اینم تماس داره، بیاین که دیدن کنه. خب ما میگویم کدام تر برنامه نیست. اگر تر برنامه اولا دیدن نکن احمد مسعود. وقتی که میبینی چهار تا مبارزین به چهار تا جوانای با عزت ببین. هر کدام از یا هر گپ داره، بچهش در کجا وظیفه داره، بیادرش در کجا داره، خودش کجا توه که گپا داره که مشکل بازیات میگیره. اینما میگم مفسدین هستن یا فاسدین هستن دور بر جمع شده. هر وقت که سید یاسین فرسوده از دفتر دور شد، دیگه دو تا جندالای مفسدین به نام جندال خلیل و جندال مصطفی که دور شد، بعد از او باز ولایت بغلان پاک میشه از مفسدین. اینما که تاگه باشن تو آدمای لودام جمع